اگر خرید شما قبل از تاریخ 16/10/2023 بود، یعنی اون تاریخی که داخل تاپو نوشته شده قبل از تاریخ 16/10 باشه، شما با شرایط قبل، یعنی با قانون $75,000 میتوانید درخواست اقامت بدید. حتی اگر برای اولین بار میخواید درخواست اقامتتون رو بدید و تاریختون برای قبل از تاریخ 16/10 هست، باز هم میتوانید با استفاده از قانون قبل درخواست اقامتتون رو بدید. اگر در اداره گوچ از شما اکسپرتیز خواستن، منظور همون اکسپرتیزی هستش که مربوط به قانون $75,000 هستش. قانون $200,000 برای خریدهای املاک بعد از تاریخ 16/10/2023 هست. خود 16 هم جزء قانون جدید حساب میشه. سالها تجربه خودمون رو به رایگان در اختیار شما قرار میدیم. با ما در تماس باشید.